سلام دوستان، یکی دو تا بچه‌ها پرسیده بودن که پک کردن باتری چجوریه و آموزشش رو بزنیم براشون. ببینید توی پک کردن باتری توی پاور بانک ها معمولاً این نوع باتری هستن، بعد این جور باتری هستن. اولین نوع باتری که باتری پلیمریه، باتری آدامسی هم بهش میگن. این باتری ها سی ریت پایینی دارن، به خاطر همون توی پاور بانک بهتر جواب میدن، همون تو فشار زیاد باد میکنن. این باتری ها رو توی آمپرهای بالا یا جریان‌های لحظه‌ای شدید نمیتونید ازش استفاده کنید، مثلا توی اینورترها. ببینید بعضی هستن اینا رو سریش میکنن، ستاش با هم میشه 12 و 6 توی پروژه‌هاشون استفاده میکنن. جواب میده روی پروژه‌ای که جریان پایین نیاز داره ولی ولتاژ بالا، مثل دستگاه فلزیاب جواب میده. ولی اگه قرار باشه رو دستگاهی بذارید که سی ریت بالا نیاز داشته باشه، اصلا جوابگوی کارتون نیست، خیلی سریع باد میکنه و از کار میفته. اینو اولش. ولی خب روی پاور بانک خیلی خوب جواب میده، بعضن تا 3-4 سال هم جواب میده. نوع دوم باتری که روی پاور بانک استفاده میشه باتری لیتیوم ایونه که نسبتا کمتر هم استفاده میشه. این لیتیوم ایونا چندین مدل داره، از سی ریت 1 داره تا باتری فسفات و باتری بزرگتر و آمپرهای سنگین. توی 18650 ها شما توی پروژه‌تون توی کارخانه یا توی خیلی وسایل دیگه که استفاده میشه، سی ریت 2 هیچ وقت نمیتونی بیاری دو تا باتری رو این شکلی بذاری کنار هم، یکیش 2 باشه، یکیش سی ریت 5 باشه، یکیش سی ریت 3 باشه، بعد تبدیلش بکنی به 12 ولت. اینطوری یا برد بالانسرتون خراب میکنه یا یکی از باتری‌ها که ضعیف‌تر باشه سریعتر تخریب میشه. توی پک باتری‌ها اولین چیزی که مهمه اینه که باتری‌ها از یه نوع باشن. یعنی شما مثلا می‌خوای 10 تا باتری رو به هم موازی بکنی یا 6 تا باتری رو به هم سری بکنی، دو تا به 12 و 6 بگیری، اجباره که همشون از یه برند و یه سی ریت و یه آمپر باشن. این که شما یکیشو 2200 بذاری، یکیشو مثلا 2200 سی ریت 3 بذاری، این باتری خیلی برتری داره نسبت به این باتری. جریان لحظه‌ای این باتری حداکثر 5 آمپره، جریان لحظه‌ای این باتری حداکثر 7.5 تا 8 آمپره. بعد میاد روی سی ریت 3 2600 که تا 9.5 آمپر هم میده، سی ریت 5 2600 11 آمپر لحظه‌ای میده. این سی ریت 15 2000 میلی آمپره، من از این به شخصه 17 آمپر گرفتم تخلیه لحظه‌ای. اینا هیچ وقت با هم دیگه مچ نمیشن. شما وقتی میخواید پکش بکنین، یعنی بایدیه که با هم لول خودش توی یه پک قرار بدی. یعنی اگه قرار 6 تا از این بذاری توی پاور بانکت، باید هر 6 تاش یکی باشه. توی باتری لپتاپ یا باتریای وسیله‌ای که مثل لپتاپ چندین باتری با هم سری شدن، همیشه همشون با هم خراب نمیشن. معمولا یکیشون خراب میشه، باعث میشه اون یکیام شارژ نگه نداره. توی پک باتری لیتیومی این شکلی، وقتی یکیشون آسیب میبینه، تخلیه اون یکی‌ها رو میزنه، اجازه نمیده اون یکیام به اندازه کافی شارژ و دشارژ بشه. اینطوری میشه که باتری شارژ نگه نمیداره. معمولا شما باتری لپتاپ باز کنی، از بین 6 تا باتری، 8 تا باتری یا 9 تا باتری تست که بگیرین، یه دونه یا دو تاشون تخریب میشن. مابقیشون رو وقتی شارژش میکنین میبینید درست داره شارژ میشه، اون یکی یا دو تا اجازه نمیدن بقیه کار خودشون انجام بدن. توی دستگاه‌هایی مثل پاور بانک‌های معمولی، کارتخوان یا این شکلی‌ها شما نمیتونی بیاری سی ریت 5 بذاری. میتونی بذاری یا کارت هم انجام میده، اما خب احتمال داره هر لحظه این باتری تخلیه سنگین بزنه، نتونه نگه داره، اون دستگاه تو به شدت آسیب میزنه، میسوزونه، آیسی تغذیه‌اش از کار میفته. و اینکه این باتری با این باتری جفتشون 2600 اما مدل شارژ شدنشون اصلا با هم برابر نیست. شما جفت اینا رو بزنید به یه ماژول یک سل یا آمپر، توی سی ریت 5 به شدت داغ میکنه، ولی توی سی ریت 3 خیلی راحت شارژ میشه، چون نمیتونه جریان اینو تحمل بکنه. اینکه این باتری خیلی سنگین‌تر از باتری سی ریت 3. باتری سی ریت 5 معمولا توی یو پی اس ها، توی اینورترها شما میتونی از این توی هر سلول 10 تا سری بکنی، میشه 30 تا باتری، میشه 26 آمپر، تقریبا با تخلیه لحظه‌ای 100 آمپر، که خب خیلی بهتر جواب میده روی اینورتر از باتری یو پی اس به شدت سرتره. اما خب یه بدی که دارن، هیچ وقت باتری 18650 رو از یه سی ریت نباشن یا آمپرشون یکی نباشه شما نمیتونی با هم سری بکنی، چون خیلی زود اونی که ضعیف‌تر از کار میفته، باعث میشه کل پکتون دیگه مثل قبل شارژ نگه نداره. این یه بحثشه. یه بحث این که اینا رو موقع سری کردن، مخصوصا اونایی که سی ریتشون پایین‌تره، سی ریت پایینا رو معمولا جوش باید بدید. اگر قراره لحیم کنید و به هم وصل بکنید، یکی اینکه حتما یه تشک نسوز دورش رو بندازین کاغذشو، و اینکه مدت زمان لحیم کاریتون نباید طولانی بشه، وگرنه پایه پولاریته قطع میشه، هم احتمال اتصال کردن باتریتون زیاده و همین که احتمال داره باتریتون کلا از کار بیفته، چون زیر فلز شیاردارش یه پولاریته داره که اون پولاریته وصل به مثبت اگر قطع بشه تو حرارت بالا قطع میشه. علتش هم چیه؟ علتش هم اینه که طوری طراحی شده که این باتری اگه قرار باشه جریان سنگینی رو تحمل کنه و بیش از حد داغ بکنه، اون پولاریته قطع بشه تا باتری آتش نگیره. اینو شما وقتی می‌خوای بیای لحیمش بکنی، اگر لحیم تو بیشتر از 3 ثانیه بخوای اینجا نگهداری، 5 ثانیه بخوای اینجا نگهداری، این پولاریته حتما قطع میشه. واسه این کارم بهترین حرکت اینه که شما یه دونه از این باتری رو یه کوچولو سرش رو همین شکلی سنباده بتراشی، فقط یه ذره چاک چاکش بکنه. بعد از اینکه سنباده‌شو زدی،
یه تشک بذاری روش، چون این بدن یه باتری منفیه. اگر سیمی که اینجا می‌خواید رهین بکنید احیانا بگیره به آب شدگی این پهلوها، بدون برو برگرد اتصال کوتاه میشه، باتری از بین میره. قسمت پشتش نیاز نیست. قسمت پشت شما در حدی حرارت بگیری که حتی این روکشه بخواد جمع بشه بازم مشکلی براش پیش نمیاد. اما از قسمت بالا شما هر جوری به این بخوای فشار بیاری، اون پولاریته قطع میشه. حالا اون پولاریته تو باتری سیریت 2 که توی اسپیکر رو اینا هم استفاده میشه ضعیف‌تره، توی سیریت 3 یه مقدار قوی‌تره، توی سیریت 5 هم باز دوباره قوی‌تره، چون تحمل دمایی‌هاشون و جریاناشون با هم فرق. توی باتریای ضعیف‌تر که قرار توی اسپیکر بذاری، توی یا هر وسیله سبکی مثل کارتخانه اسپیکر، شما وقتی داری لحیم می‌کنی نباید هویت رو به طور دائمی این بالا نگه داری.